بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، این لحظه شما در شبکه سهراب دیریان هستید و بخش نوبتی مستقیم ما آغاز می شود و دوما سهراب دیریان در برنامه ما هستند. مرحمت. سوال های خود را می توانید تماشابینان عزیز امروز نیز مثل همیشگی آماده کنید و در دوام برنامه به بعضی از سوال های خود انشاءالله پاسخ خواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوام خوش آمدید. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اما بعد، بهترین علم عقیده هست، چون بزرگترین بحث آن عاید الله عز و جل خالق مخلوقات است. دلخواه علم درباره مخلوقات سخن میکند، خواه علم های دینی، خواه علم های دنیوی، تمام علم ها عاید مخلوقات سخن میکنند. حتی قسمتی از علم عقیده مانند ایمان به فرشتگان درباره فرشته ها صحبت میکند که این فرشته ها مخلوق هستند، یا عاید علم جن، یا صحابه ها، یا پیغمبر ها، اینا مخلوق هستند. اما علم توحید و علم عقیده که علم توحید جزئی علم عقیده هست، خاصتا علم توحید مخصوص درباره خالق تمام مخلوقات الله عز و جل بحث میکنند. بنابراین شرفی هر علم بنابر شرف معلومات است و پیغمبران الله تعالی همه آنها به مردم الله تعالی را معرفی میکردند. در سوره انبیا آیت 25 الله سبحانه و تعالی میفرماید: و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما به تمام پیغمبرانی که پیش از تو پیغمبر فرستانیدیم با آنها وحی دادیم که به مردم برسانند که لا اله الا انا، غیر من دیگر معبودی بر حق نیست، غیر الله عز و جل دیگر خدای حقیقی نیست، معبودی بر حق نیست. فاعبدون، پس تنها الله تعالی را پرستش کنید. و در سوره نحل الله تعالی میگوید که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر یک قوم پیغمبر فرستانیدیم، به هر یک امت پیغمبر فرستانیدیم. وظیفه آنها این بود که به مردم میگفتند که ان اعبدوا الله، الله تعالی را یگانه پرستش کنید و از عبادت طاغوت اجتناب ورزید، یعنی از عبادت غیر الله تعالی دوری جویید. یعنی این مهمه وظیفه پیغمبرها بود. همه پیغمبرها به همین دعوت میکردند. این دلالت به مهم بودن این موضوع میکند. و حضرت انس رضی الله عنه میگن که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که میگفتن که الله تعالی چنین گفت، یعنی حدیث قدسی هست: یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرة. ای بچه آدم، الله تعالی میگوید لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر با یک زمین گناه مرا واخوری، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا،
سپس مرا واخوری و به من چیزی را شریک نآورده باشی، لاتیتک بقرابها مغفرة، من بر عوض یک زمین گناهت یک زمین مغفرت میدهم، به شرطی که شریک نآورده باشی. برای شریک نآوردن علم توحید آموختن لازم است، علم آموختن لازم است. این شریک آوردن فقط بت پرستی نه برادرای عزیز. محبت، توحید، شرک در محبت میشد. گاه انسان یک مال، پول، وظیفه یا یک مخلوقی را دوست می‌دارد که مثل الله تعالی، این شرک است. یحبونهم کحب الله، آنها الله تعالی را هم دوست می‌داشتند لیکن غیر الله تعالی با دیگر چیزها را هم دوست می‌داشتند، مثل محبت الله. این شرک است. یا خوف، مانند خوفی از الله. کسی از الله ترسد ولی از یگان مخلوقات الله تعالی هم ترسد، نه ترس طبیعی، ترس طبیعی که انسان از شیر میترسد یا از آتش میترسد، این ترس طبیعی باقی ندارد. لیکن از یک مخلوق چگونه ای که ترسد که مثل الله تعالی میترسد، این شرک است و خیلی نوعهای زیاد دارد. و گاه ها میشد که بنده عملهای صالح دارد مثل روزه، نماز، زکات، ولی از سبب اینکه در عقیده خلالدار بودنش او دوزخی میشد. بنابراین برای هر یک مسلمان حتمی هست که علم آموزد و به همگان معلوم است که اهل دوزخ در سوره تبارک الله تعالی نقل میکند که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اهل دوزخ میگن که اگر ما در دنیا گوش میکردیم به اهل علم و آن چیزی که میشنیدیم آن را میفهمیدیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، امروز ما دوزخی نمیشدیم. این جهل، نادانی سبب هلاکت است برادران عزیز. بنابراین برای هر یکی ما و شما علم آموختن، خاصتا علوم عقیده و این چنین علم حلال و حرام واجب است. طلب علم برای هر یک فرد مسلمان واجب است، حتمی هست. کسی اگر طلب علم نمیکنه گناهکار میشه. خاصتا این فرصتی که امروز الله عزوجل برای ما داده است، اگر ما این غنیمت ندانیم روز قیامت وای بر حال ما. امروز شرایط شنیدن سخن حق است. کسی نمیشنود، کسی وقت جدا نمی کند، کسی به دیگرها نمی رساند، او مسئول است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای آنهایی که ایمان آوردید خود و اهل و عائله خود را از آتش دوزخ نگاه دارید. هر یکی شما مسئول هستید که خودتان و اهل و عائلتان را از آتش دوزخ نگاه دارید. چگونه نگاه می‌دارید؟ با شنیدن سخن الله و با شنیدن سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید در حدیث بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من مات و هو یدعو من دون الله ندا دخل النار. کدام آدمی که از دنیا وفات کند و حالان که غیر الله تعالی را پرستش میکرد، از غیر الله تعالی یاری میپرسید، در دوزخی هست. یک آدم گاه نماز میخونه، گاه روزه میداره، حج کرده است، ریشش در اسلام سفید شده است، ولی از سبب بیسوادیش در او شرک دیده میشه. بنابراین عملها را حبطه میکنند. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالی میگه که ما عملهای کافران را مانندی خاکی که بادی که در روز شمال در هوا پف کرده شده سمیگونه کردیم، بیهوده کردیم. عمل کردین، عمل داشتند، عملی بودگی را. بنابراین بسیار حدیث ها هست که دلالت میکنند که گاه ها بعضی گناه ها عمل را حبطه میکنند، بیکار میکنند. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدى. الله تعالی در سوره بقره که آنهایی که ایمان آوردید صدقه های خود را با منت و اذیت باطل نکنید. یعنی آدم مال خود، پول خود از جان و جگر برآورده خیر میکند، ثواب عظیم میگیرد. الله تعالی میگه که همین عملی که کردی
بیهوده نکن. یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه من ترک صلاه العصر فقط حبط عمله، کسی نماز عصر رو ترک کند عملش بیهوده میشه. عملهای پیشینه، ثوابهایی که به دست آورد گاه ها به اجرای بعضی گناه ها برباد می رود. از جمله الله تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ای آنهایی که ایمان آورید آواز خود را از آواز پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند نبردارید. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عملهای صالحی کردگیتون بیهوده میشد و حال که شما حس نمیکنید. این دلالت میکند که گناهایی هست که عملهای صالحی که انسان جمع کرده است، همین گناه ها اون عملها رو بیهوده میکنند. خب اون گناه ها کدام است؟ آموختن لازم است. بنابراین برای ما و شما حتمی هست که این ساعت ها، این لحظه ها رو غنیمت دانیم، علم آموزیم، گوش اندازیم، فهمیم، وقت های خود رو با دیگر عمل های گناه و عمل های بیفایده ضایع نکرده بلکه با طلب علم مشغول شویم. و ما کتاب ایمان صحیح بخاری را شروع کرده بودیم. انشاءالله چند حدیث های باقی ماندگی است، تقریبا 13 حدیث باقی ماندگی است. اون حدیث ها را انشاءالله شرح میدهیم کم کم و روزی سه شنبه انشاءالله، هر هفته روزی سه شنبه از کتاب های عقیده، حالا از کتاب ایمان صحیح بخاری و من بعد از کتاب طحاوی که شروع کرده بودیم ادامه میدهیم. شرح ها را روز سه شنبه درس عقیده می شود و روز شنبه انشاءالله در پخش مستقیم درس های فقهی و عمل های شبانه روزی انشاءالله ادامه میدهیم و به قدر امکان به بعضی سوال ها جواب میدهیم. و حالا میتونید یکان زن قبول کنید بعد یک حدیث شرح میدهیم. خیلی خوب. تماشابینان عزیز، این واسه ها مدیراتور سیلکا رو به پایان به شما روان میکنه تا که شما توانید به برنامه وارد شوید و بعضی سوال های خود جواب ها گیرید. داملا میگویند که هر کسی که لا اله الا الله گفت و محمد رسول الله گفت به بهشت می آید. شما این واسه ها درباره توحید خیلی سخن های خوب گفته گذاشتید و چی در نظر داشته شده است در همین یک حدیث کوتاه؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. کسی که لا اله الا الله گوید وارد بهشت می شود. قید و شرط ها دارد و در دیگر حدیث ها در هر حدیث یک قید آمدگی هست و بنابراین بعضی علما شرط های لا اله الا الله را 7 تا گفتن و بعضی علما 8 تا گفتن، جمع آوری کردن. می شود در یکی از حلقه ها این شرط ها را شرح دهیم. شاید در کتاب توحید امام بخاری می آید و این به آن آدمی که در یک حدیث دیگر به قید من کان آخر کلامه من الدنیا آمده است، کسی که آخرین کلامش از دنیا لا اله الا الله باشد واردی بهش میشد، یعنی محمد رسول الله شم است. و اما کسی اگر لا اله الا الله گوید، محمد رسول الله گوید با زبان و با دل گوید و عمل نکنه، نماز نخوانه، زکات ندهه، روزه نداره، علم نآموزه، طهارت نکند، غسل جنابت نکند، به شریعت عمل نکند، او به لا اله الا الله عمل نکرده است. ایمان این قول است و عمل است. یعنی فقط لا اله الا الله با زبان گفتن انسان به جنت نمیداره. چه خیلی که حدیث هایی که امام بخاری در کتاب ایمان آوردن زیاده از 50 حدیث آوردن رد به مرجئه هست. مرجئه این یک فرقه گمراه، فرقه باطلی که در ابتدای اسلام ظهور کرد. اینا میگفتن که لا اله الا الله محمد رسول الله گفته گرد کفایه هست، نه نماز خوان، نه روزه دار، نه از گناه ها پرهیز کن،
ببینید بعضی حدیث ها رو مثال آوردیم که کسی نماز عصر را اگر ترک کند عملهاش بیهوده میشه. بعضی بسیار حدیث هایی که امام بخاری آوردن، یا بعضی حدیث ها رد به خوارج، بعضیش رد به مرجعه، برای آنکه اساسا در ایمان این دو طایفه خلاف کلان دارن. خب یه حدیث میخونیم اگر حال آماده نشده باشه. زنگ ها خیلی زیاد است. بیایید به یک سوال جواب گوید بعد حدیث را خوانید دامنو، چون که شما که گفتید خیلی زیاد وارد شدند. خب محمد مرحمت بیایید میکروفون رو نگیران کنید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی شما سلامتیتان است؟ الحمدلله. Domnul Jack, سوالم بود امین ازاری مرد بچولکی پاش پایین خودمونش در کار نیه؟ خیر. امین ما برزده نماز میخونیم یا کس ما بگفت که امین برزده خواندن ممکن نیه، چون که اونجا به شیطان وارد میشه اونجای برزدگی بر امین گفند اساس شاید نیه. اصلا باید ایزار از شتالنگ پا به پایان نفراید، خاصتا در نماز. در نماز دلیلی مخصوص آمدگی است که مسبیل نمازش قبول نمی شود، با همین لفظ آمدگی است. یعنی که باید ایزار یا ریداش من لباسش از عاشق پایش پایان نفراید. برابرش باشدم هیچ باکی نداره، لیکن نفراید از عاشق، یعنی از همون شیطالنگ بجولک میگن بعضی ها، نفراید. مهم این که نفراید. اما برای برزدن فرض کریم دراز شد و برزدگی باشد دلیل لازم است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته باشند که بر نزنید گفته باشند. من خیلی دلیل پیشنهاد کند قبول میکنیم. خب سلام بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. شما را خیلی انتظار شدیم رسیدت. یک سوال داشتم. ما اگر نداریم مقصد که در عقیده مطردی، در عقیده اشعری و مذهب حنفی همین ها رو ما دانستن ما شرط است، یا مقصد من میدونم که در عقیده با مردم عوام این چیزا رو دانستن شرط نیم، برای طالب علم هست. ما میدونیم که شما چیزی میگویید با ما عمل میکنیم، همین بس است. با اون اهل علمی که به علم و به امانتش باوری دارد، آدمی که علم ندارد طالب علم نیست، کفایه هست. هم گفتی همون گفتی کار میکنه. الله تعالی میگه که فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانید اهل علم رو بپرسید. وقتی میپرسید با اون اهل علمی که به علم و امانتش باوری دارید میپرسید، به همون عمل میکنید. الله تعالی شما رو به همین امر کرده است. خب تماشابینان عزیز، آنها که در افیر هستید سوال خودتون رو دهید و شما میتوانید که بیرون شوید، چون که بسیار سوال آنهایی که سوال میخواهند دهند زیاد هستند، تا که همه توانند سوالهایشان جواب گرفته توانند. صبر مرحمت بفرمایید، سوالاتان رو کوتاه و بعدا داملو جواب میکنند انشاءالله. مرحمت بفرمایید. صبر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب است انشاءالله. علیکم السلام. الحمدلله. من مخصوصا درباره این موضوع یک چیز را پرسیدن میخواستم که یک مصلحت میدادید باید خوب میشید. فرما. مثلا بنده نیتی خوب میکند که مثال اوله خودشه دعوت به همین دین، مقصد به دین شریعت کنه. بنده اول باید خودش توبه کنه، تمام گناه باید خودش برای راست بروه، بعد دعوت سر کنه ای خونه خودش.
در همین باره دوملا چی مسئله دادانی هستین که چی طور همین کار مقصد سر کنه و با کدوم کارو شاید خب. در این موبایل پدر مادر زید برویان میسار خفه شوان ای پسر در همین حد مسئله میداده. بله الله تعالی میگه قو انفسکم و اهلیکم، خود را و اهل و عائله خود را از آتش دوزخ نگاه دارید. خود را یعنی شرط نه که به این اول شما صالح شوید، حاضر خودش توبه میکنید و تمام گناه های پیش گذشته پشیمان میشید، عزم میکنید، نیت میکنید که گشته همین گناه ها را تکرار نمیکنید و همین توبه است. الکی التوبه الندم گفتن بعضی علما. توبه این پشیمانی است، پشیمانی به گذشته و عزم اینکه گشته همین گناه دیگه نمیکنید و ترک میکنید گناه. تمام همین کفایه. احتمال مقصد برای یگان گپی کفر، یگان سخنی کفر یا عمل کفر از شما اگر صادر شده ماندنش ممکن باشد، کلمه میگردانید با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله میگویید و الکی شما یعنی به گناه ها توبه کردید، کلمه گردید. الاسلام یجب ما قبله، اسلام گناه های پیش از خودش بودگی رو میبخشد. اسلام آوردید، توبه کردید، دعوت کنید همین لحظه خودش. شرط نه که 6 ماه اول آدمی صالح شوید و بعد اهل عائله دعوت کنید. نه، بیا من حاضر بس میکنیم گناه ها رو، تو هم ترک کن، ما هم ترک میکنیم، بیا به الله تعالی روی میبیاریم. هر لحظه ها غنیمت است برادر عزیز، چون که پیش از توبه انسان از دنیا وفات کردنش ممکن. دولا گفتند که اگر پدرش ناراضی باشد مثلا، گفتند در آن وقت چیکار کنید؟ البته این راه دعوت وقتی که شما اصلاح کی شدید، غیر از اینکه خودتون صالح شدید با مصلح کی شدید، دیگرهای هم حرکت کرده اصلاح میکرده که میشید بر بالاتون مصیبتون میبید به قدری دعوتتون. اگر دعوتتون در داخل عائله باشد، بله پدر مادر گاه برادر خواهر نزدیکان گپی شما نمیگیرد، وظیفه شما رساندن و ما علیک الا البلاغ، وظیفه تو فقط رسانیدن. قبول میکنن نمیکنن اونش امری در دست الله تعالی است. پیامبر صلی الله علیه و با بهترین اسلوب، با بهترین نیت، با بهترین کلمه ها فصیح و بلیغ و علم دعوت کردن، عمکشون قبول نکرد. یعنی عمکی خود را نتوانستن برای راست دعوت کنن. الله تعالی که انک لا تهدی من احببت، هر کسی که تو دوست می‌داری و هدایت کرده نمیتونی، بلکه الله کسی را خواه هدایت میکنه. هدایت در دست الله تعالی است، به نتیجه نگاه نمیکنید. دعوت کرده میگیرید، پدر و مادرتون اگر قبول نکردن، پدر و مادر به نیکی، هر کس هم به نیکی دعوت کرده میگیرید، قبول کرد خوشا به حالش، به شما اجر و ثواب است. قبول نکرد شما وظیفه خدا اجرا کردید، در این حالت هم شما اجر میگیرید. بله. مرحمت نیک، شما در علاقه هستید میکروفونتون رو گیران کنید و سوالاتون پیشنهاد کنید، فقط کوتاه کوشش کنید. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یگان حدیث هست که انسان مؤمن، انسان مسلمان بعد سن 86 برود الله تعالی رو به جنت بپرسش میبرد، یعنی آدمان پیر رو. نه حدیثان خیر حدیث نیست که 88 به کسی دراد، 86 یا که کسی دراد به جنت میره، خیلی گپ نیست. جنت قیمت است برادر، مهنت کردن نکار. این خیلی عکسین و سال کوتاه دیگر کافیرا هست، 90 به میدارد، 100 به میدارد. این عقیده باطل است. بله. میگویند که قاری های قرآن در گور خاک نمیشوند، این هم راست است یا؟ قاری های قرآن چی؟ در گور خاک نمیشوند. این مطلق نیست. اصلا الله تعالی فقط به پیغمبرها را، جسدی پیغمبرها را به زمین حرام گردانید که خورد. الله تعالی به زمین حرام گردانید، یعنی زمین را منع کرد که جسدی پیغمبرها را خورد. اصلا آدم از خاک آفریده شدگی هست، وقتی به خاک دفن میکنیم
گشته به اصل ماده خودش برمیگردد. در بعضی منطقه ها در مدت 6 ماه الکی استخوانش باقی میماند خلاص. بعد در مدت گذشته 5-10 سال استخواناش هم دیگه مبدل به خاک میشه. این اصل است. لیکن گاه ها الله تعالی بعضی شهیدها، بعضی اولیاء الله، بعضی حافظان قرآن به اخلاص باشد، الله تعالی همچون کرامت اولیاء جسد آنها را طولانی نگاه داشتنش ممکن است. خیلی که وقتی از سیل آمد شهدای احد، اون 70 نفر شهدایی که روزی احد شهید شده بودند، سیل بالای قبر آنها را گرفته رفت و قبر آنها در او برآمد و دیدن که اونجا بعضی صحابه ها مانند عبدالله ابن حرام، حضرت جابر رضی الله عنه و غیره خیلی که هم دفن کرده شده بودن جسدهایشان هم خیلی ایستاده بود. لیکن این غیر پیغمبرها و دیگرها تا قیامت دلیل نیست، اما پیغمبرها باقی میمونند. دیگرها را الله تعالی مدت طولانی همچون اکرام و کرامت اولیاء نگاه داشتنش ممکن و اگر خاک شودن باقی ندارد، هیچ گپی نداره. الله تعالی میگه که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. این اصل است. یعنی ما شما را از خاک آفریدیم، باز دوباره به خاک برمیگردانیم و باز شما را از خاک بیرون میکنیم، یعنی روز قیامت. بنابراین هیچ گپی نداره اگر آدم خاک شود. بله. خب مرحمت، سلام، سوالاتون رو دید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ما یک سوال داشتیم. و شخص اجازه است که مثلا به اجازت پدر مادر یا که خبر نکرده نیت حج داشته باشد و حج رود آیا اجازه است یا نیست؟ هیچ کس یگان کس خبر نکرده، یگان خیشتار یا دوست. اگر پدر و مادر در یک خانه زندگی میکرده باشند و هر روز عادتا کجای رفتنی باشید پدر و مادر آگاه کرده میرفته باشید، یک بار غیب زدنتان آنها رو خواطر میکنند. لیکن مثلا شما در روسیه پدر و مادر در تاجیکستان فقط گاه ها با تلفن گپ میزنید و مثلا از مسکو میرید ساخالین، میرید پیتر، نگفته میرید مثلا عادتا هیچ گپی ندارد. لیکن اگر در یک جا زندگی کنید خوب است که آگاه کرده روید. خب یعنی به حج ضرر نمی کند. حج یا عمرتان درست است. بله. سوال دیگه استاد که وقتی که ما نماز 4 رکعته را میخونیم، خطا میکنیم، در بین 2 رکعت اتحیات هم میخونیم، صلواتش هم پیش از سلام دادن در یاد نمیاد، همین در سجده سهو کنیم یا نه؟ چی؟ صلوات در کجا؟ چی رو فراموش کردید؟ وقتی که نماز 4 رکعته باید فقط اتحیات خوانده شود و تمام به صلوات خوانده نمیشه، مقصد برای سلام دادن. بعداً وقتی که فراموش میکنید صلواتش هم میخونیم، پیش از سلام دادن در یاد میاد که نماز 4 رکعته ما باید مثلا سلام نتیم، باید خیلی 2 رکعت دیگه هم خواندن نکنه، صلوات میخونیم. به هم خاطر میگم در آخری 4 رکعت سجده سهو کنیم. اگر اتحیات خوانده باشید در رکعت دوم، صلوات هم خوانده باشید و به خاطرتان بیاد که شما باید با 2 رکعت دیگه نماز گذارید، در این حالت الله اکبر که خسته دوام میتید، سجده سهو شرط نه. لیکن اگر دعای هم کردگی باشید، اتحیات صلوات دعا هست، دعای هم اگر کردگی باشید در این حالت سجده سهو میکنید، برای اونکه در دعا نیست. بله. تشکر جاد استاد. سوال بسیار وقت به مردم میتیم درس های آنه انشاءالله اشتراک میتیم. خب مرحمت، میکروفونتون رو گیران کنید و بفرمایید سوالتون کوتاه. فیسبوک هم رو کردم. فیسبوک هم بله، آنهایی که در فیسبوک هستید ما رو تماشا میکنید، تماشابینان عزیز لایک مانید به دیگران فرستید. فیسبوک هم تماشا دارند. بله.
مرحمت بفرمایید سوالتان را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا خوب هستین انشاءالله. الحمدلله. استاد یک حدیث پرسنی بودم دربارش. رقم حدیث مثلا میفهمین شما مثلا در بخاری است گوید 3478 کدام حدیث است استاد از بخاری است مثلا درباره چی است همین یک علما خواندن مثلا همین صحیح باشد حدیث حدیثی چند گفتید؟ 3478 خواهد درباره چی؟ همین یک شعر گفتم از فراموش کردم مثلا همین یعنی شبهه نمود که مثلا خودی موضوع نسخه نمود حدیث لفظی حدیث همین نویسته گیته بودم نکس درباره چی بود فراموش کردم والله اعلم. حدیث برای آنکه رقم ها اگر مثلا ترقیم محمد فؤاد عبدالباقی باشه این رقم های بخاری ماندگی نه، الله تعالی رحمت کنه. این رقم های معاصرین آنهایی که کتاب های نو چاپ برآورده این کتاب ها تا دیروز دستنویس بود، تا دیروز به معنای تا همین 200 سال پیشه. کسانی که کتاب های طبع کردن چاپ کردن رقم گذاری کردن. مشهورترین آدمی که به کتاب های صحیح خاصتا صحیح بخاری مسلم رقم گذاری کرد این محمد فؤاد عبدالباقی است. اگر طبق ترقیم همون باشد در این حدیث هیچی حدیث نیست، هم فقط اسناد خالی هست. ابو سعید خدری عن نبی صلی الله علیه و سلم یعنی حدیثی مقابلی و دلالت میکند. مضمون شما مضمونی سوالتید گپ درباره چی است یا اینکه حدیث یا جمله شگویید. خیلی که رقمی خالی این رقم هم حدیث نیست، اسنادی خالی هست. بله خب من بیرون کردم چون که سوالشان آماده نبود. اینجا بسیار نفران انتظار است، آنها رو انتظار نکنیم، بهترش به سوالهای برگردیم که الکی تیار کردن. یعنی تماشابینان گرامی سوالاتون رو تیار کنید بعد داخل شوید تا که دیگران منتظر نشوند. خب اینجا محمد مرحمت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. و علیکم السلام. استاد مسئله حج سوال بود. ما در روسیه قرار داریم استاد، هم فرزندو و پساب هم میتید کارتاشون با من رسیدگیم نه حوزی همو پولاشون یک تقریبا کورسی حوزی رقتی گیریم اگر $15,000 میشد. همونا نیتی حج کده حج با استفاده برده میشد می استاد؟ فرزنداتون چند ساله؟ 3-4. نه فرزندای مایده حجش درست است یا عمرش درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی سفری حج کرده از زن کودکی رو برداشت که لهذا حج یا رسول الله برای همین کودکم حج است. گفتن که نعم ولکی اجرون، بله گفتن برای این کودک حج هست به تو اجر است، یعنی تو ثواب میگیری. لیکن این حج اسلام حج فرضی از ذمه‌اش ساقط نمیشه. وقتی به بلاغت رسید بر ذمه‌اش حج دیگر وقتی قدرت پیدا کرد باید کنن. برای همین حال 3 ساله 4 ساله اون چی نمیفهمد این چیز از حج. اون پول به دیگر آینده ذخیره کنید برای تعلیمش، برای علم آموختن ذخیره کنید. استاد جان بخشش وای ما ای پولی و یا ایخه گویم ای شاتی کودکا میگیم خودمون حج برویم. خودتون وای پولی شما هست. وای پول یعنی که برای خودتون هم به نیکی صرف کردن اجازت هست. همین فرض رو میدهید یعنی طعام میدهید، لباس میدهید، با جای خوب تعلیم و تربیهش میدهید، استفاده بردن با نیکی اجازت هست. خیلی که همه پول گیرید و با بیچاره ها گرسنه و تشنه گردن. نه کوئی نشه فکر کن کدایی حسابیه نباشدم. بله همین فرضیت حج استاد جان بخشش همین باید هم انیختر کنم. همین اویله با مثلا زن با کی فرض میشد حج؟ مثلا هیچ جا کار نمیکند پولش نیست
منبع فرض میشد میبردم. پول از آنی که باشه تمام به فرض میشد. زنی که مثلا کار نمیکند به او حج فرض نشده است. کدام وقتی که از فضل و کرمتان، یعنی از زیادتیتان زنتان بردید، حج از ذمه‌اش ساقط میشه. یا یگان فرزندانش آینده به حج برد، همچون احسان به مادر خوب است. لیکن اگر رفت و پول نداشته باشد به خودی همون زن فرض نیست، چون که حج به آن آدمی فرض میشد که به رفت آمد هم مادی و هم معنوی قوت و قدرت داشته باشد. داملو اینجا شاید اینو در نظر دارند که اون پولی کودک رو زن و شوهر جمع کردند. یعنی شاید هدفشان این باشد که زن رود به حج یا اینکه مرد رود به حج. زن تنها نمیرد، با زن میبرید. برای همین به هر دوتون اگر کفایتی کند هر دوتون میرید. خب تشکر محمد برای سوالاتون. اینجا یک زن قبول به حدیث میخونیم. ابو بکر مرحمت سوالات ندید. میکروفونتون رو گران کنید، سوالتون رو پیشنهاد کنید. خب آسیا مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتم. کمپیرکی که دویم امری معروف میکردیم شم میموندیم 99 نامی الله را کمپیر زنکی روز بود. 99 نامی الله را دو تا سه تاش از زیاد کرد و در خوبش حضرت عزیر را میبیند. حضرت عزیر میگوشه که все на волю الله. بعد همون روزی پنجشنبه سحر جمعه میخیزد، من در نقل میکند کلمه عرضه میکند لا اله الا الله محمد رسول الله گفته مسلمان میشود. بعد هوای یگان 20 روز میگذره و الله اعلم الله دانای کمپیر دنیا میگذره. روز جمعه میگذره با کلمه لا اله الا الله گفتگیش مسلمانی را قبول میکنه. خیش تبروی دورش نزدیکش شناسای نزدیکش مرا مجبور میکنن که کمپیر بسوزم. ما چیکار کنم؟ مثال ما مجبور بودم. ما همیقه میگفتم مرا اگرژت کردن که وای نمیکنی نمیسوزانی میکشیم ایتا و تا ملیسادا میتیم دیگه فلان. ما در مسکو قرار داریم. ما مجبور شدم که کمپیر سوزاندن اجازت بدم. در این حالت ما گناهکار میشم و برای کلمه عرضه کردن کمپیر مسلمان شدن کمپیر ما چه اجر و ثواب می‌آورم از درگاه الله مهربان حضرت. اگر کلمه رو گردانده باشد معناهایش رو دانسته، یعنی من دین اسلام رو قبول کردم، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، محمد رسول الله است، دین اسلام دین حق است، اگر واقعا مضمون کلمه دانسته تلفظ کرده باشد وی مسلمان است. وی باید طبق آیین و احکام شریعت دفن شود. کسی اگر مسلمان می سوزاند، حتی نصرانی باشدم، حتی بت پرست باشدم، حتی زردوش باشدم، باید سوخته نشود. ثم اماته فاقبره. الله تعالی میگوید که انسان را الله تعالی سپس میرانید و قبر کنید. یعنی این همچون احترام انسانیت، همچون فرزند آدم علیه السلام بودنش، ولقد کرمنا بنی آدم. الله تعالی میگوید که ما فرزندان آدم را احترام کردیم، اکرام کردیم. از جمله اکرامش اینکه وقتی که وفات کرد یا هلاک شد، اگر غیر مسلمان باشد باید به زمین گور کرده میشد تا اینکه جسدش مبدل به خاک شد. سوختن حرام است تمام انسان را، خاصتا مسلمان را. کسر عظم المیت که کسره حیا. پیامبر صلی الله علیه و آله شکستن استخوان میت مانند شکستنش در زندگیش. یعنی از آدم زنده کسی استخوانش میشکند، چقدر اذیت، چقدر ضرر، چقدر برای او وزنینی آورده باشد. از جمله میت هم کسی اگر استخوانش رو میشکند همین قدر برای او ضرر آورده است. سوزانیدن بزرگتر است از شکستن. بنابراین کسی که
مسلمان رو میسوزد وای بر حالش. بنابراین شما وظیفتان این بود که میگفتید که این مسلمان شدگی هست، اینه باید ما راضی هم نمیشیم، این باید در قبرستانی مسلمان ها دفن شود. تمام همین قدر. اما البته دعوتتون بله انشاءالله اجر میگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر یک نفر به سبب دعوتی تو اسلام قبول کند برای تو از شتر سرخ دیده بهتر است. شتر سرخ این نفیسترین مال بود در آن وقت، یعنی قیمتترین مال در آن وقت شتر سرخ بود. بنابراین شتر سرخ گفتن یعنی در زمان ما کدام مال قیمتترین باشد، یک آدم به سبب دعوتی شما اگر هدایت یابد برای شما اینقدر اجری بزرگ است. الله تعالی. یک سوال دیگر بخشش کاری بعد رفته در مسجد مسلمانان در همین شهر مسکو است، پس به میر برفته جنازه‌ش غایبانه خواندیم. در اون حالتی که من این کمپی را تا درجه اومد که من نموندم، من میگفتم این مسلمان شده مرا برده تو ایره چیکو کردی، برای که من تو قخلم نگاش میکردم و هیچ کس نداشت یک شناسای دور داشت. اگر من همین قطعی هوایی جنگ کردم، همین گفتم که نه من ایره به طرز خودمون میگرونم بگومم، اجازت ندادن. خیلی اصلا خودش دارم رفته جنازه ما خوندیم، جنازه غایبانه خونده شد. خیر به هر حال خداوند از شما راضی باشد، کاری سربلند باشید، تنسلر باشید، چشم سلامت شما کور کنه. و علیکم السلام. خب املا پیش از آغاز حدیث مردم با امید بسیار سوال ها دادن و البته که شما برابری جواب گفتن به سوال های مردم هم از قرآن و هم از حدیث می آورید، یعنی این هم یک درس است، هم سوال و هم درس. یک خواهش کردند از شما، اگر جوان اتئیست باشد، زنی مسلمان گرفتنی باشد، ما طرف زن را آگاه کنیم یا نه؟ البته آگاه کنید. به جوان اتئیست دختر داده نمیشه. اتئیست کافر است. کسی که به الله تعالی ایمان ندارد، حتی اگر یهودی باشد یا نصرانی باشد، برای او زنی مسلمان داده نمیشه. این نکاح نمیشه، این زنا میشه. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم نه فقط این که اتئیست است، گناه ها را اگر داماد گناه داشته باشد، خواستگار گناه داشته باشد و طرف دختر وقتی میپرسد که می داماد همسایه شما هست یا دوست شما هست یا خویش شما هست، چه خیلی آدم است، گوید المستشار و مؤتمنون حدیث هست. شخصی که مستشار مشورت پرسیده شد در این باره مؤتمن امانت نگهدار است، در این باره غیبت نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اما معاویه فسعلوک لا مال له، اما معاویه سعلوک است، کم بغل است، مال ندارد. و این دلالت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب را نمیدانستند و الا معاویه روزی شد که پادشاه مسلمان ها شد رضی الله عنه و ارضاه. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه معاویه سعلوک است، کم بغل است، به او شوهر نکن گفتند. اما ابو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه، اما ابو جهم عصاش از بالای کتفش نمیماند، یعنی ضراب للنساء. بعضی ها میگن که معنای عصاش را از کتفش نمیماند، یعنی زنها را بسیار میزند، عادتی زنها را زدن دارد. او را هم این کار کردن، یعنی که عیبش گفتن. این غیبت نمیشد، این غیبت است ولی گناه نمیگیرد انسان در این صورت. باید حق را گفته شود به خاطر الله، نه به خاطر غرضی شخصی. یک آدم میبیاد که فلانی و دخترتون نتید، فلان عیب دارد. برای چی؟ برای اینکه خدا هم بتید. این علاقه به خاطر الله نیست. باید به خاطر الله مستشار امانت نگهدار، تا اینکه آینه دو کس ویران نشود، نکاحشان باطل نشود، حقیقت را باید گفته شود. اتئیست هیچگاه نگیرید اگرچه عاشق باشیدم. بله. وقتی که به واخوری به دختر می رویم چی سوالهای پرسیده شود؟ اصلا یعنی سوال بسیار حاجت ندارد، یعنی یا چند جمله های باشد که به سالم بودن
اعتقادش و دینش و سالم بودن عقلش کفایتی کننده باشد، همین قدر کفایتی است. میتونه با واسطه زنها مثلا مادرش، خواهرش رفته هم صحبت شود با دختر، الکی فهمیده میبود. خودش هم میتونه در حضور یگان محرم هایش هم صحبت شود. میتونه یگان سوال های ضروری که برای خودش مهم هست همین سوال ها رو دهد. خب تشکر. الله پاداش نیکتان دهد. مرحمت داملو اکنون دیگر به حدیث شروع میکنیم. زنکار رو انشاءالله باز قبول میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب ایمان میگن که باب الزکات من الاسلام، باب در این باره که زکات از اسلام است. زکات عملی مالی هست برادرای عزیز، زکات عمل است، لیکن میگم که باب الزکات من الاسلام، باب در این باره که زکات از اسلام است، یعنی از ایمان است. اصلا کلمه اسلام و ایمان اینها اذا اجتمع تفرقا و اذا تفرقا اجتمع میگن. اگر اینا در تنهایی ذکر شد هر دو شد همدیگر در بر میگیرن. وقتی کلمه اسلام گفتیم ایمان در بر میگیرن. یعنی باب الزکات من الایمان، زکات از ایمان است. زکات عمل است، عملی محض مالی هست ولی از ایمان است. بنابراین حضرت ابوبکر رضی الله عنه آنهایی که زکات ندادن آنها را به قتل رسانیدند. بر آن خلاف مشهوری که سببش آیا انکار زکات بود یا منع زکات بود. به هر حال امام بخاری میگن که باب الزکات من الاسلام، باب در این باره که زکات از ایمان است، از اسلام است. و قوله و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. و قول الله تعالی که الله تعالی میگه که امر نشدن یهود، نصارا و دیگر مردم امر نشدن مگر برای چی امر شدن؟ لیعبدوا الله مخلصین له الدین، الله تعالی را مخلصین خالص عبادت کنن، شریک نبیارن به الله تعالی کسی و چیزی را. همه به این امر شده است که الله تعالی را یگانه پرستش کنند. حنفاء یعنی از شرک و از بت پرستی میل به سوی توحید کنند، میل به سوی یگانه پرستی کنند. و یقیموا الصلاة، نماز برپا دارند. نماز را برپا دارند یعنی در نمازها مقیم باشد، مسافر نباشد، یعنی گاه میخواند گاه نمیخواند نباشد، در نمازها مقیم باشد. و یؤتوا الزکاة، زکات را دهند. یعنی همه انسان ها امر شدند که الله تعالی را یگانه پرستش کنند، به او چیزی را شریک نبیارند، از شرک و از کفر روی به سوی توحید و یگانه پرستی بیارند و نماز را برپا دارند و زکات را ادا کنند. و ذلک دین قیمه، این دینی مستقیم، این دینی حق، این دینی پرقوت گفت. یعنی توحید و نماز و زکات را همه را یک جای این دین است گفت. یعنی کسی که اگر زکات را نداد الکی دینی او کمبودی دارد. بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه حدیث 46 را روایت کرده، گفتند که حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك ابن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. خب این حدیث امام بخاری از اسماعیل از مالک از عمکش از پدرش و از طلحه روایت میکنم. 5 نفر میگن که مسلسل بالاقارب. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری میگه حدیث
مسلسل بالاقارب است، خویشاوندا هست. چون که این اسماعیلی که استاد بخاری هست، این کس جیانی مالک است. استاد امام بخاری اسماعیل جیانی امام مالک است. امام مالک به اسماعیل تقا میشد. اسماعیل از تقایش مالک ابن انس، امام مالک از عمکشان یعنی ابو سهیل ابن مالک از پدرش یعنی از بابای مالک روایت میکند و اون کس از طلحه حلیفش میباشد. طلحه ابن عبیدالله یکی از 10 یاران بهشتی صحابی جلیل، حلیفی بابای امام مالک است. حلیف یعنی در مشکلی ها، در جنگ ها، یعنی برابرش محافظت کننده، در روز خرسندی و شادی و مشکلی و مصیبت همراه است، جانش را میدهد به هم دیگر. همین حلیف میگن، یعنی مانند خویش است، عیناً وظیفه خویش اجرا میکرد. بنابراین گفتن که مسلسلون بالاقارب، این سند همش یعنی زنجیربند با خویشاوندها هست. طلحه ابن عبیدالله میگه که جاء رجل، یه مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد از اهل نجد. نجد امروزه طرف قسیم و ریاض در مملکت عربستان است. یک مرد از طرف نجد آمد و اینا در مدینه اهل حجاز بودن. اهل حجاز، مکه، مدینه، طایف، جده، این جهت ها حجاز گفته میشد. و اهل حجاز آمد. ثائر الراس، مویهایش پریشان، یعنی معلوم است که این آدم مسافر است. یسمع دوی صوته ولا یفقه ما یقول، غرغر آوازش فهمیده میشد و شنیده میشد ولی فهمیده نمیشه که چی گفته ایستاده است. یک آدم از نجد آمد میگن و پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرده یک چی گفته ایستاده است، آوازش شنیده میشد ولی فهمیده نمیشد که چی میگوید. در بعضی روایت‌ها حتی دنه هست، حتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شد ناگاه فهمیدیم که حتی دنه، در همین روایت هم هست حتی دنه پیدا هو یسأل عن الاسلام. وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شد ناگاه فهمیدیم که وای از اسلام میپرسید است. اسلام چیست یا رسول الله؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که 5 وقت نماز گفتن در یک شبانه روز. یعنی اسلام خیلی که اکمل جان پیشتر سوال دادن که کسی که لا اله الا الله گفت آیا وارد بهشت میشود یا نه، فقط مجرد گفتن کلمه همان وقت وارد بهشت میشد که مثلا یک کافر ساعت 8 سحر کلمه گردان بعد 12 حال پیشی نشده وفات کرد، بله فایده میدهد. لیکن اگر اسلام نبیارد، کلمه گرداند ولی یگان عمل نکند که این کلمه برایش فایده نمیکند. چون که ببینید اسلام چیست یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم که 5 صلوات، 5 وقت نماز در یک شبانه روز گفتن. هل علی غیرها، یا رسول الله برای من غیر این 5 وقت نماز بود دیگه نماز فرض است؟ گفتن که لا الا ان تطوع، دیگر فرض نیست، این 5 وقت نماز بر تو بس است، دیگرش فرض نیست الا ان تطوع، اگر زیاد کردی تو نماز شب خوندی، نماز ضحی خوندی، تحیات مسجد خوندی، اینا همش نافله هست، نماز شکرانه طهارت خوندی، اینا تطوع یعنی که اضافگی نافله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و صیام رمضان، این چنین برای تو روزه داشتن ماه رمضان فرض است. یعنی اسلام چیز گفته بود؟ سوال نگفتن که اسلام میگه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گو تمام جانت خلاص، نگفتن، بلکه گفتن که صیام و رمضان، روزه رمضان میداری. گفت که هل علی غیره، یا رسول برای من غیر رمضان بود دیگر روزه هایم فرض است؟ گفتن که لا الا ان تطوع، دیگر روزه فرض نیست، رمضان فقط فرض، دیگر روزه های پنجشنبه، دوشنبه، ایام بیز، یعنی وقتی که ماهتاب 13 شبه، 14 شبه، 15 شبه میشه، روزهایش روزه داشتن مستحب است. کسی 3 روز روزه میداره در یک ماه، الله تعالی به هر یک روزش 10 روزی مینویسد در نزد خودش، 30 روز حساب میشه. اگر کسی که هر روز هر ماه 3 روز روزه دارد، گویا که سالش 12 ماه روزه داشته در نزد الله تعالی. این فضل و کرم الله تعالی است، این فرض نیست. یک کسی دارد خوشا به حالش، بنابراین میگن که لا روزه دیگه به تو فرض نیست الا ان تطوع، که میتوانی که نافله داری،
پنجشنبه دوشنبه روزه داری، ایام عاشورا روزه داری، ایام عرفه روزه داری. خیلی که ما اینو در دیگر صحبت ها بیان کرده هستیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که و ذکر له رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او زکات را ذکر کرد. بعد گفت که هل علی غیرها، برای من غیر زکات دیگه با مال فرض است؟ گفتن که لا الا ان تطوع. نه، گفتن غیر زکات دیگه صدقه برای تو فرض نیست، میتوانی لیکن تطوع نافلتاً خیر و سخاوت کنی، یعنی غیر زکاتت با میتوانی پول براری خیر کنی، لیکن اونش فرض نیست. گفتن قال فادبر الرجل وهو یقول، مرد قفا گردانید، یعنی به شهرش رهسپار شد. و هو یقول، حالا که او میگفت والله لا ازید علی هذا ولا انقص، قسم به نام الله تعالی زیادم نمیکنم کمم نمیکنم از آن چیزی که گفتند به من، کم نمیکنم و زیاد نمیکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم افلح این صدق. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که افلح این صدق، نجات یافت اگر راست گفته باشد. گفتن ببینید برادر عزیز، نجات یافت اگر راست گفته باشد، یعنی اگر راست نگفته باشد نجات نیافت. مفهوم مخالفش این است که کدام آدمی که این عملها را اجرا نکند نجات نمییابد. یعنی کسی نماز نمیخواند، روزه نمیدارد، زکات نمیدهد، اون نجات نمییابد. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نجات یافت اگر راست گفته باشد. و این حدیث امام بخاری رحمت الله در کتاب ایمان آوردن، دلالت میکند که زکات از ایمان است. و امام بخاری رحمت الله علیه در این کتاب ایمان خود اقرار میکنند، مقرر میکنند که عقیده اهل سنت و الجماعت این است که ایمان قول و عمل است، زیاد میشود و کم میشود. و امام بخاری خودشان گفتند که کتبت عن 1080 رجلا، من از 1080 نفر علم آموختم، همه آنها میگفتند که الایمان و قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول و عمل است، زیاد می شود و کم می شود. و این حدیث ها که زیاده از 50 حدیث در اثبات زیاد شوی ایمان و کم شوی ایمان و این چنین از عمل از ایمان بودنش اینقدر دلیل ها، 10 ها آیت و زیاده از 50 حدیث ذکر کردند. والله تعالی اعلم. الله پاداشی نیکتون دهد داملو. من به یک چیز اهمیت دادم، شما هم حاضر اینجا من حدیث رو خواندید داملو و مردمی ما برای شنیدن حدیث اکثریت بیرون شدند. با آن وقتی که هینی شما جواب میگفتید به سوالهایشان وارد میشدند و خلاصه میکنیم که مردم خیلی و خیلی نیاز دارند به سوالهای خود برای پاسخ گرفتن و انشاءالله باز هم از این درس هم میگیرند. و اگر شما اجازت دهید بیایید باز یک چند سوال ها رو قبول کنیم و آن سوال های کوتاه و پر معنا اگر داشته باشید و ضروری داشته باشید در چت آن را هم نوشته کنید و بعضی آن نیست انشاءالله ما میخوانیم خودمان اگر شما حق مرحمت سوالاتون رو کوتاه دهید و بعد خودتون بیرون شدن گیرید. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. داملو الله شما راضی باشد. در حق ما یک دعای دست جمع میکردید که الله تعالی به ما یک فرزند صالح نصیب گرداند. بعد در همون سوالی که درباره اکو سوال داده بودم در پخش مستقیمی 154 بود مگرم در واتساپ نوشتم، امکانیت باشه اگر جواب دادید خوب بشید. رحمت. خب به واتساپ بار دیگر مسئله اکو نویسید برای اون که مدتی دراز گذشت و در واتساپ بسیار سوال های زیاد آمده است. من همه آنها را خوانده نمیتونم ولیکن به هر حال برادرها باز تکرار میکنیم اگرچه بعضی آدم های این رعایت نمیکنن، در واتساپ فقط سوال های شخصی دهید، همون هم همشه جواب گفته نمیتونیم از سبب بسیارش.
خب الله تعالی برایتان و برای تمام مسلمان هایی که فرزند طلب هستند فرزند صالح عطا بنماید و برادرایی که خواهرایی که الله صدای ما رو میشنوید در حق این برادر در تنهایی دعا کنیدون الله تعالی برایشان فرزند صالح عطا بنماید. شاید در بینتون شخصیت هایی هست که دعای شما به یگان پرده قبول میشد، خاصتا در حق برادری مسلمان. نمیشناسید، ندیدید، از نیکی هاش برخوردار نشدید، دعا کنید قبول میشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اگر شخص مسلمان غایبانه برادر یا خواهر خود را دعا کند فرشته میگوید که آمین و لک بمثله، آمین و برای تو هم مثل همین دعا. بنابراین دعا کنید تا اینکه این برادرم فرزنددار شوند و فرزند صالح الله تعالی برایشان نصیب روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. آمین. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال من همان بود که جوانان و نوجوانانی که نیتی اویله برپا کردن را دارند پیش از اویله برپا کردن چگونه خصلت ها را در خود تغییر دهند، چه چیزها را آموزند تا که در خانواده فرزندانی نیکی هم حافظ قرآن شوند، هم در دینی، هم در علم دینی و دنیوی خوب شوند. همون چگونه جوان مردا خود را برای اویله دار شدن آماده نمایند؟ یک چند توصیه میدادین؟ تشکر زیاد. خب به هر حال نیتی نیک کنند. الله تعالی میگوید که این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. الله تعالی اگر در قلب شما نیکی را بیند نیکی میدهد. نیتهای نیک کند که وقتی اویله برپا کردیم چنین عملهای صالح را اجرا میکنیم گفتن و این چنین از خوردن حرام و شبهناک دوری جوید، چون که خوردن مال حرام به فرزند اثر میکند. وقتی که از مال حرام غذا میگیرید و از اون غذایی که شما میگیرید فرزند به دنیا میبیاید، هم شما هم فرزند هم همسرتان باید غذای پاک خورد، از شبهه از حرام دور باشد تا اینکه اون فرزندی که از کمری هر دوی شما به دنیا میبیاید فرزند صالح شود. و این چنین عملهای صالح را بسیار میکند پدر و مادر. و کان ابوهما صالحا. الله تعالی در سوره کهف میگوید که پدر و مادر این دو کودک آدمی صالح بودند. بعضی مفسران میگن که 7 قبط بابایش، 7 پشت بابایش آدمی خوب بود. و کان ابوهما صالحا، خواه پدری حقانیش باشد خواه هفتم پدرش باشد، 2 پیغمبر به همین یتیم بچه ها خدمت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پدرش آدمی خوب بود. شما خواهید که به فرزندتان نیکی کنید خودتان صالح شوید، همسرتان هم صالح شود، البته این به فرزند سرایت میکنه. همین گونه خانه را که در آن زندگی میکنید از گناه، از چیزایی که شریعت منع کرده است دور کنید و به همدیگر شرط مونید که همدیگر نصیحت میکنیم، طبق دستور شریعت زندگی میکنیم، نماز تهجد میخونیم و نمازها همدیگر را بیدار میکنیم. همین خیل نیت های نیک کرده یک جایه به عمل صالح به همدیگر کمک رسانه. باز انشالله بهترین عملی که ایمان بنده را زیاد میکند و همیشه روحی بنده به آن محتاج است این شنیدن سخنهای الله و رسول، علم آموختن. بله. شما حاضر داملا گفته گذاشتید که با لقمه حرام یعنی حلال نبودنی ایمان پس می شود گفتید. اینجا باز به همین مانند از مشرف جان سوال آمده است در چت. نوشتند که همین حیوانی را که به نام الله ذبح کند حرام است. همین گوشت مرغ را
چند ملاها حرام گفتند. چی میگوید شما در این مسئله؟ گوشت مرغ هست یا گوسفند است یا اسب است، هر حیوانی که هست اگر الله تعالی وی حلال کرده باشد، شرط دیگر این که طبق ذبح شریعت ذبح شده باشه، طبق دستور شریعت ذبح شده باشه. از جمله الله تعالی میگه که ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، شما نخورید از آن حیواناتی که در وقت ذبحش نام الله تعالی ذکر نشد، بسم الله الله اکبر گفته نشد، یا اقلا بسم الله کفایه هست. رفت و اگر الله اکبر گفتم به جا میبیاد، بسم الله گفتن فرض است، یعنی نام الله تعالی ذکر کرده شود. الله اکبر هم گوید مستحب است، رفت و بسم الله گوید کفایه است. اقلا نام الله تعالی ذکر شود. اگر ذکر نشود الله تعالی صراحتا نخورید گفت در قرآن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر سگی تعلیم داده شکاریت را فرستاندی و نام الله تعالی را ذکر کرده بخور، اگر ذکر نکردی نخور. بنابراین از جمله حرام ها میشد، یعنی من کرده های الله تعالی میشد. نخورید از آن گوشتی که در وقت ذبحش نام الله تعالی ذکر نشد. اگر ندانند چی داملو، ندانند که دولتی به نام مسلمانی است، قصاب ها به نام مسلمان هستند، اما نمیدانند که ذبح چگونه شده است. اگر در دیار مسلمان ها باشند، اصل اینکه ذبح آنها طبق شریعت است. اما در یک کشور زندگی میکنند که اونجا مثلا روسیه، حتما باید از گوشت حلال از مسلمان هایی که میدانند و میدانند که آنها به طریق شرعی ذبح میکنند از آنها خورند. اما در دیار مسلمان ها اصل اینکه آنها باید طبق شریعت عمل کنند. بنابراین قصاب ها از الله تعالی ترسید. قصاب ها باید نمازها را در وقتش خوانید و در وقت ذبح قاعده های کامپیوتر رو نگویید. یک جمله، یک کتابچه نخوانید، کیمچی های بی معنا. بسم الله الله اکبر گویید کفایه دیگه. یگان سخنی زیادتی نگویید. اون چیزی که استادتان یاد داد، پیرتان یاد داد، دروغ است. بسم الله الله اکبر گویید، تمام. قصاب ها از الله تعالی ترسید. مردم آمده از گوشت شما میخرد، روز قیامت پرسیده میشید. هر یک فرزندی که عاقی پدر میشد، هر یک آدمی که لقمه حرام میخورد، شما هم دست دارید، شما هم در این گناه شریک هستید وقتی که خودتون بینماز هستید و قاعده بعض قصابای من گفتم یک دو سه گفته میکشتیم بسم الله بجاش. تاجیک دعوای اسلام دارد، نام الله تعالی رو نمیگیره در وقت قربانیش، او خورده نمیشه و گوشتش، اون گوشت حرام است. بنابراین از الله تعالی ترسید. و به هر حال وقتی که میبینید که جامعه ویران است، 90% مردم وقتی که از دین دور است، در این حالت احتیاط کنید، از قصاب نمازخوانی شناس گیرید در این حالت. والله تعالی اعلم. دوم بسیار خوب همین چیز مردم درک میکنند این لحظه ها. شما بارها نیز در برنامه های قبلی هم گفته گذاشتید. اما اگر میدونند که قصاب نمازخوان نیست، یعنی میشناسند اون قصاب را، به نماز نمی آید، نمازخوان نیست، لیکن در دولتی گویا به نام مسلمان است. اختلاف است. مسئله قصاب بینماز اگر بسم الله الله اکبر گفته کشته باشدم، مسئله اختلافی است. یعنی بعضی علما خورده نمیشد من گوشتش. اگرچه مثال بعضی ها سبک گرفته مادامی که مسلمان گفته دعوا کند و مسئله تاریک الصلات رو برمیگرده، مسئله کلان است. بنابراین خطر دارد، احتیاط کنید برادران، از آدم نمازخوان گوشت خرید. بله. الله پاداش نیکتان دهد. بیایید سعی مومین مرحمت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا یسلیم اگر ممکن باشه بررسی اگر سوال بودی بفرمایید. Вот могли бы вы насчет акиды Матруди сказать что-нибудь, и что это вообще такое, что из себя представляет, и про то, что можно ли от них брать ильм и за ними читать намаз, например, если в мечети ты живешь там, где вот в мечети они это акида, можно ли за ними совершать намаз или от них брать ильм?
بارك الله فيك. و بارک الله فیکم. مسئله نماز خواندن در پشت ماتوریدی ها بله اجازت است. امام بخاری در صحیح بخاری باب ذکر کردن درباره نماز خواندن در پشت مبتدع و نقل کردن از بعضی گذشتگان که صلی علیه بدعته، نماز گذار بدعتش بر ضرری خودش است، نماز تو درست است و بدعتش بر ضرری خودش است. گفتم صلی و علیه بدعته و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یصلون فإن اصابوا فلکم ولهم، اگر آنها درست باشند هم در نماز هم در اعتقاد، فلهم ولکم، هم بر فایده آنها هم بر فایده شما. و این اگر رفت و خطا باشند فعلیهم ولکم ولکم فعلیهم او کما قال علیه الصلاة والسلام، بر فایده شما بر ضرر آنها گفتند. بنابراین نماز شما درست است. اما عقیده فرق میکنه. عقیده ماتوریدی از عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرق میکنه. کسی خواهد به این سخن راضی شود، کسی خواهد از این سخن غضب کند. این چیزی حقیقتی که است. همینجا اگر کسی طالبین باشد میتواند کتاب عایدی عقیده، همین کتاب الموازنه بین عقیدة الامام ابی حنیفه رحمه الله و عقیدة الماتوریدیه، موازنات در ترازو گذاشته میشد بین عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و عقیده ماتوریدی. کتاب 477 صفحه، یعنی در کدام باب ها و در کدام اصول سخنهای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با سخنهای ماتوریدی فرق میکند، با عقیده ماتوریدی فرق میکند. همیشه در این کتاب ذکر کردم. طالب علم گرید خوانید پیش از آن که به علم سخن کنید. یعنی داملو یگان امکان هست کوتاه کرده اگر در یک مدرسه کی هستن این ماتوریدی؟ برادر یک سوال دادن که مقصد از آنها علم گرفتن ممکن است یا نه؟ از اهل بدعت بعضی علما پر علم نگیر میگن و بعضی علما میگن که علم گیر، مثلا علم نحو، فقه، تاریخ بگذار بگیر، یا اینکه خاصتا به عقیدهش دعوت نکنه. و بعضی علما مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از همه گیر غیر شیعه میگفتن، لانهم یکذبون، چون که واقعا دروغ میگن. و اگر در مدرسه باشد، مثلا در یک مدرسه میخوانید شما به علم محتاج است، علم تفسیر داره، علم نحو داره، علم صرف داره، تاریخ داره، همه علما دارد، مشکلش این که عقیدهش ویران است. یعنی میتونید شما از اون مدرسه علم گیرید، خاصتا اگر دیگر مدرسه نباشد، و میتونید از دیگر جا عقیده درست آموزید. امروز مجال وسیع هست، از اینترنت یافتن ممکن است. علمایی که طبق عقیده امام ابو حنیفه و خاصتا شاگردشان قاضی ابو یوسف در مذهب ابو حنیفه باشید، در عقیده قاضی ابو یوسف باشید، شاگرد دست راستشان، اساسگذار مذهب، پهن کننده مذهب. اینچنین در عقیده محمد ابن حسن باشید. کمون همین کتاب بسیار از امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف نقل آوردگی هستند در چی عقیده بودن، یعنی شاگردای امام ابو حنیفه. امام طحاوی وقتی که عقیده رو نوشتن خودش رد به دو طایفه بود. برای چی گو در ابتدای عقیده طحاوی امام طحاوی گفتن که علی مذهب فقهاء المله ابی حنیفه النعمان، من این کتاب رو می نویسم طبق مذهب فقهای این ملت، ابو حنیفه نعمان ابن ثابت کوفی و طبق شاگردانش قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی رضوان الله علیهم اجمعین گفتن. یعنی من طبق عقیده اینا می نویسم عقیده رو. بنابراین برادرها به اصل برگردید، یعنی اون اعتقادی که امام ابو حنیفه بودن و قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن بودن، این عیناً همون اعتقادی که امام مالک و شافعی و احمد بودن و عیناً همون اعتقادی که امام بخاری
در همین اعتقاد بودن. والله تعالی اعلم. حافظ مرحمت میکروفونتون رو گرم کنید و پیوست شوید. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سازن خوبه؟ الحمدلله. بابای دوم هم یک سوال داشته. در پخش مستقیم تو نقل کرده بودن که یک حدیث رو هر کسی بعد از نماز بامداد، یعنی بعد از هر نماز آیت الکرسی رو بخواند، اگر تو مثال میگویم در نماز بامداد آیت الکرسی رو بخواند تا نماز پیشین بمیرد او داخل جنت میشود. آیا این حدیث بر بینمازان نیز داخل دارد یا نه؟ نه، به بینماز داخل ندارد. آخه آینه ببینید، په لفظ حدیث نگاه کنید. کسی آیت الکرسی رو بعدی بامداد نگفتیم، مثال آوردیم. کسی بعدی نماز فرض آیت الکرسی رو خواند، یعنی نماز فرض خواند این آدم، بعد اینکه فرض را خواند آیت الکرسی خواند، چه بینماز به داخلش نیست. آخیر بینماز دوزخی هست. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. بینمازها یک ذره از رحمت الله تعالی امید نکنید. ما سلککم فی سقر، شما رو چی به دوزخ آورد؟ قالوا لم نک من المصلین، ما نماز خوان نبودیم. قرآن کریم از گیرت خوانید. نماز کسی خواند بعد نماز فرض، بعد اینکه فرض خواند آیت الکرسی خواند، رفت و تا نماز آینده وفات کند، بین همین آدم و بین جنت فقط مرگ است گفتن پیامبر صلی الله علیه و یعنی البته این حدیث ناز گوش کنید، حدیث درباره نماز است خودش. آدمی که نماز فرض خواند و آیت الکرسی خواند، رفت و تا نماز آینده وفات کند، ان شاء الله وارد بهش میشه. الله تعالی اعلم. بختاور بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، زیاده از یک سال میشد که سخنهای شما رو گوش میکنم. بعد از گوش کردنم بسیار حیاتم دیگر شد. در طاعت عبادت ها بسیار لذت میبرم، اما یک مصیبت شد. من گناه کردم و این لذت و طاعت عبادت از من گم شد. شاول بازگردم، به سوی الله بازگردم. بله، گناه آدم خار میکنه. نسأل الله سلامت و العافیه. گناه آدم حقیر میکنه. گناه همین خیلی چیزی هست که حتی انسان در نزد آن آدمایی که از گناهش بیخبر است قدر و مرتبهش میفراید. گناه تاریکی در دل، سیاهی در روح است. گناه این سبب رانده شدن شیطان از جنت است، سبب رانده شدن حضرت آدم از جنت است. گناه این سبب تمام بلاها و مصیبت ها است. و خواهید که به حیات پیشینتان و حیات پر از عبادت و لذتی از ایمان اگر برگردید، توبه کنید و کلمه گردانید و استغفار را زیاد کنید. و اگر گناه به حق آدمی دخلدار باشد، از اون آدمی حلال میشید. یعنی خواه به برگردانیدن مالش اگر گرفتنی مال باشد، یا اگر ریزانیدن آبرو باشد به برگردانیدن آبرویش، مثل اینکه تعریف کردن در اون مجلس هایی که او را غیبت کردید یا غیره، خلاصه از حق آدمی حلال می شوید. اگر به حق آدمی متعلق باشد، اگر حق الله تعالی باشد، توبه میکنه، پشیمون میشید، باز نمیگرده به اون گناه و استغفار رو زیاد میکنه. و فی الاسحار هم یستغفرون، در سحرها آنها استغفار میپرسیدن. سحر یعنی پیش از اذان بامداد 1 ساعت 2 ساعت پیشتر استغفار رو زیاد میپرسید. 1000 مراتب 10,000 مراتب استغفار میپرسید. ان شاء الله با صدقه میکنید، غایبانه دعا میکنید، ان شاء الله گشاده میشن. بله، بعضی گاه آدم یک گناه میکند که دیگر لذت ایمان نمیچشد، لیکن به هر حال وقتی بازگشت به سوی الله تعالی کنید، توبه صادقانه کنید، الله تعالی کریم و رحیم و غفور و عفو است. الله تعالی. بخشش یک سوال دیگر. بفرمایید. استاد، همین چطور بیماری های دل رو از خود دور کنیم؟ ریا، خودنمایی، حسد، کینه، اخلاص و خلق نیک رو به خود پیدا کنیم.
یکچند سلسله درس ها داشتیم چگونه اخلاص را پیدا کنیم، چگونه با اخلاص شویم. تقریبا 30 دقیقگی 5-6 نوار هست، اونم گوش کنید. و به هر حال اولش این که به خاطر آدم ها یگان عمل فایده ندارد. من را الله به، کسی برای مردم خودنمایی کند الله تعالی او را شرمنده میکند، او را خودنما ریاکار بودنش رو به مردم میداند. و این چنین این مردم اگر حقیقت مردم شناسد انسان به مردم شده یگان کار را نمیکند. بنابراین بزرگان میگفتند که پروردگار تمام عملهای ما را خالص برای خودت گردان و برای آدم‌ها هیچ چیزی نگردان در آنها. یعنی به خاطر عمل‌ها یگان معده عمل نکنید. برای غیر الله که عمل کردید الله تعالی از اون عمل بیزار میشد. الله تعالی میگوید که من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه، کسی که این عمل را اجرا کند و من کسی دیگر را شریک بیارد اقلا 90 به 100 90 به 10 باشدم ترکته و شرکه، من خودشم ترک میکنم و شرکشم، یعنی از بحری اون عملی شریک آورده میبرایم. بنابراین به خاطر آدم ها شده کار نمیکنید، به خاطر الله شده کار میکنید. قدر آدم ها حقیقت آدم ها را شناسید، به آنها عمل نمیکنید. این چونش ما حقیقت الله تعالی را هم باید دانید که تا اینکه عمل ها را به خاطر او کنید، برای راضی الله تعالی کنید. یا عملی صالح اگر خالصا لله باشد و به الله تعالی پسند آید، بسیار آدم ها گردنش از آتش دوزخ نجات داده شد به سبب عملی صالح. گاه عملی کوچک، عملی خرد ولی خالص برای الله تعالی است. بنابراین برای پیدا کردن اخلاص و برای دور شدن از ریای و سمعی و شرک و از عملهای بد، اخلاقی بد، بازگشت به سوی الله تعالی کردن کار و علم ما مقتنع کنید. صحبت های علمی را گوش کردن میگیرید، انشاءالله اصلاح میشید. الله تعالی هر یکی ما و شما را علم نافع و عمل صالح نصیب روزی گردانه و اصلاح کند. آمین. و درباره من حاضر بعضی عملهایی که پنهانی کرده می شود و اجرهای زیاد گرفته می شود داملا گفته گذاشتند. تماشابینان عزیز، من می بینم که قریب 1000 نفر تماشا می کنند، اما از 1000 نفر حتی لایک نگذاشتند. و اگر شما در نوار این لحظه لایک مانید یا به دوستان روان کنید، تماشا به این زیاد می شود و شاید شما نیز اجر گیرید به آن خاطری که شما به دیگران میفرستید نوار را. یا حدیث میخوانیم، برادرها سوال، کسی سوال دارد سوالش آماده کند. و میگم که وقتی حدیث میخوانیم برادرها میبرایم. این حدیث ها سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم است و این علم عقیده است. ما در ابتدا کمی به فضیلت آن اشاره کردیم. انشاءالله باز مجلس های علاهیده میشد درباره علم عقیده و کتاب های هم نوشتیم. انشاءالله کتاب ها هم پیشکش میکنن برای شما. آیید عقیده شاید در صحبت آینده باشد. خب امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که باب اتباع الجنایز من الایمان، باب در این باره که پیروی کردن جنازه از ایمان است. یعنی بعد خوانده شدن نماز جنازه تا قبرستان رفتن به قبرستان از جمله ایمان است. و ببینید باب اتباع الجنایز من الایمان، پیروی کردن جنازه از ایمان است. یعنی تا قبرستان رفته شاهد شدن به دفن از ایمان است. بعد جنازه خواندن، همراهی جنازه به قبرستان رفتن، این عمل است، عملی بدن است. امام بخاری میگه که همین عمل از ایمان است. بعد دلیل میبیارن. حدیثی 47 قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند کسی پیروی از جنازه مسلمان کند، این دلالت میکند که اگر کسی به جنازه کافر اصلا ممکنه رفتن رود اجر و ثواب نمیگیرد. من اتبع جنازه مسلمی، کسی به جنازه مسلمان پیرو شود یعنی تا قبرستان رود. ببینید برادرها، ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و از روی امید ثواب روند. بسیار آدم های ما به جنازه یعنی از دور و نزدیک حاضر میشن که به خاطر الله نه، اینا به جنازه پدری ما آمده بودن یا اینا به ما خویش و تبار میشن یا همسایه میشن باید به جنازه اشتراک کنیم، یا اینکه میگن که ما هم به جنازه آدم ها میرویم تا اینکه آدم ها به جنازه ما بیایند، یا همچون یک عرف یا این رئیس کارخانه هست یا هم دوست ما هست. به همین خاطر ثواب نیست. کسی به خاطر ایمانی به الله او را مجبور کند که به جنازه بیاد. ما در جنازه ها شاهد میشدیم که آدم ها از 7 کیلومتر 10 کیلومتر حتی دهقان ها صحراهاشون پرتافته می آمدن به نماز جمعه نمی بیاد. حق الله تعالی را برای اجرا کردن کار دنیاش نمی پرداخت. یا نماز خوانگویید نماز 5 دقیقه است میگوید که کار هست، لیکن برای حق آدم می بیاد. درست است که مثلا و اذا مات فاتبعه، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که از حقوق مسلمان این است که وقتی وفات کنه جنازه‌شو پیروی کن، جنازه خوان همراهش تا قبرستان رو. حق مسلمان است، لیکن از حق یک مسلمان دیده حق الله بلند است. حق الله تعالی را اجرا نمی کند لیکن حق آدم ها را اجرا می کند. اینم به خاطر الله نه. میگوید که باید در مرده و زنده مردم باید همراه باشیم. درست است همراه باش، ولی حق الله تعالی را هم اجرا نما. و به این جنازه و به این کارهای صالح نیت شرط است. اگر کسی بدون نیت بیاد ثواب نمیگیره. و خاصتا بسیارشان هم مستحب کرده میبیان، نه طهارت نمیدونن، اقلا نماز جنازه میسد نماز جنازه نمیدونن، همین خیلی در قطار مردم میستن، هیچ چیز ثواب نیست از این نمازو. گاه انسان با پدرش نماز جنازه میخونه هیچ چیزی نمیدونن، اقلا طهارت را طبق شریعت طهارت کردن را نمیدونن. طهارت گفته مستحب میدونن، استنجا میفهمن. این نه نماز است نه طهارت است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من اتبع جنازه مسلمین ایمانا و احتسابا، کسی که به جنازه یک شخص مسلمان پیرو شود یعنی تا قبرستان رود از روی ایمان، یعنی به کدام خاطر به قبرستان می رود؟ ایمانی به الله او را مجبور کند که رود، و احتسابا با امید اجر گرفتن، با امید ثواب، نه به امید اینکه اینا هم به جنازه ما بیاین یا یک خودمون نشان دیم که ما هم آمدیم به معرکه اینا. نه. و کان معه حتی یصلی علیه، اگر همراهی جنازه باشد تا نماز خواندن، و یفرغ من دفنها، تا از دفنش فارغ شدن اگر شریک باشد همراه باشد، و از این جنازه با 2 قیراط ثواب برمیگردد. هر یک قیراط مثل کوه احد. در دیگر روایت ها آمده است که قیراط از کوه احد بزرگتر است. کوه احد مثال آورده میشد برای اون که پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه بودن و از همه بزرگترین کوه مدینه این کوه احد است و از اکثریت موضع ها دیده میشد. بنابراین مثال می آوردن به چیزی که در پیششون است. کوه احد 7 کیلومتر است، یعنی بعضی جاهاش تا 200 متر بلندی دارد. کوه عظیم هست، یعنی مثل 2 کوه احد اجر میگیرد کسی که به جنازه رود از روی ایمان و احتساب، با نیت نیک، با نیت ثواب گرفتن، همچون ایمانی به الله رود. ایمانی که به الله تعالی رود، همین ایمانش مجبور کند که به جنازه رود و نماز گذارد و
باز تا دفنش اشتراک کند، تا آخری دفن اشتراک کند، با 2 اجر با 2 قیرات برمیگردد. بعد گفتن که و من صلی علیه ثم رجع، اما کسی که نماز جنازه خواند و قبرستان نرفت، این آدم فانه یرجع بقیرات، این آدم 1 قیرات کدی برمیگردد، مثل یک کوه احد ثواب. یعنی کوه احد ثوابش عظیم است برادر، لیکن اینم به شرطی که آدمی که طهارت داشته باشد، یا آدمی که از روی ایمان بیاید، ایمانی به الله تعالی رو مجبور کند که به جنازه بره، نه به خاطر آدم ها، به خاطر الله بیاید. ثم رجع قبل ان تدفن، لیکن نماز خواند و پیش از دفن برگشت، این آدم 1 قیرات میگیرد. اگر تا دفنم اشتراک کند 2 اجر میگیرد. بعد از آن امام بخاری گفتن که تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی این حدیث را عثمان مؤذن از عوف روایت کرد گفتن، و از محمد از ابو هریره. اما روایت عوف هم از حسن بود و هم از محمد بود، بعد از ابو هریره بود. و روایت عثمان مؤذن کوتاه‌تر است، سند امام بخاری کمتر میشد. سندی که از منجوفی آوردن این سند درازتر میشد ولی صحیح تر است، و این اسناد را هم در پایان ذکر کردن همچون تقویت دادن حدیث بالایی. الله تعالی اعلم. خب دولا پاداشینگ بینید و اینجا با سوال ها خیلی زیاد شد و اگر حاضر من همه آنها رو برارم ببینید که چقدر خیلی زیاد، و من نمیدونم که امروز علاقه 1 ساعت و 30 دقیقه شد که شما صحبت میکنید و کدام از این سوال ها انشاءالله جواب میدویم. و خب من اینجا از 2 زن یک گونه سوال آمده است، من اول آن را خوانم داملا و بعد از آن به سوالی آنهایی که در افیر منتظرن انشاءالله جواب میدویم. من خیلی صبر کردم و میکنم، لیکن دیگر صبر کرده نمیتوانم. 2 زن گرفتی باید با یک چشم نگاه کنی که من حیاتم به تنهایی گذشت، به نام شوهر دار. جوابم رو طلب کنم گناهگار میشوم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. کدام زنی که شوهرش حقش رو رعایت نمیکند، حقش رو ادا نمیکند، نگاه کند به وضعیتش. اگرچه شوهرش حقوقش رو به پرگی رعایت نمیکند، مثلا شبها نمی آید ولی لباس میخرد، طعام میدهد، گاه ها یعنی آمده میرود، بعضی از حقوقهایش رو رعایت میکرده باشد و همین حالتش از بیوه‌زنی بهتر باشد، صبر کند. خاصتا اگر شوهرش به نماز باشد و در حقش دعا کند که الله تعالی برایش انصاف ایمان دهد و ترسی از الله تعالی تقوا دهد، تا اینکه حقوق اهل و عائله همسر و فرزندانش را ادا کند. لیکن بینید که او حق الله تعالی را رعایت نمی کند، حق شما را رعایت نمی کند و خیر این شوهر از شرش کم باشد، شرش بسیارتر باشد و شما گمان کنید که اگر از این زن، از این مرد اگر جدا شوید شوهری بهتر میکنید و زندگیتان یا اینکه به شوهر بهتر باشد، به وضعیتتان نگاه کنید. یعنی وقتی که شوهر حقوق شما را رعایت نمی کند، طلاق طلب کردن شما اجازت هست، لیکن بینید که به زندگیتان بهتر نشود. نگاه کنید بعضی خواهرها زنهای مسلمان از الله تعالی شوهری صالح میپرسن، شوهر میپرسن، شوهری نیک. وقتی شوهری نیک یافتند و به خرسندی شوهر کردند، بعد همه چیز را از همون شوهر امید میکنند. از شوهر امید نکنید، از الله تعالی امید کنید. بله درست است که اون حقش او هست
وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و بر ذمه پدر خانواده به نیکی لباس دادن و طعام دادن، رزقهن و کسوتهن یعنی طعام و لباس خریدن به اهل و عائله به نیکی بر ذمه پدر است، بر ذمه پدری فرزند است. لیکن شما این جانب رو فراموش نکنید. هر چیزی که ای زنهایی که حقوقتان پایمال می شود، هر چیزی که به شما لازم است باید از الله تعالی پرسید. دل شوهر شما هم در دست الله هست، رزق شما در دست الله تعالی هست، حیات شما در دست الله تعالی هست، خوشبختی شما در دست الله تعالی هست. شما علاقتون رو با الله تعالی پیوست کنید. هر مصیبتی که به سرتان می آید، این نه فقط به زنها، هم به مردها هم به زنها، این از الله دانید و از گناه خودتان دانید. و ما بكم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که به شما رسید و از الله دانید. هر گناهی که به شما رسید و هر بلایی که رسید از گناه خودتان دانید. بعد گویید که من چی گناه کردم که الله تعالی برای من شوهری را نصیب کرد که حق الله تعالی را رعایت نمیکنه، حق همسرش را ادا نمیکنه. توبه کنید. الله تعالی میگه که حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطى، 5 وقت نماز رو محافظت کنید و نماز عصر رو. این آیت را الله تعالی در بین طلاق گفت. در سوره بقره احکام طلاق رو ذکر کرد. در بینش اومد گفت که به نمازهای 5 وقته محافظت کنید، خاصتا به نماز عصر، به نماز میانه. گفت و با دوامش درباره طلاق سخن کرد. بعضی علما میگن که مناسبت این آیه در بین طلاق این است که اکثر طلاق ها سببش ترک نماز است، سببش بی اهمیتی به نماز است. یا حدیث است سندش از مقال خالی نیست ولی مضمونش شاید درست است که نماز به نزد الله تعالی برآمده میگوید که شکایت میکند ضیعه کما ضیعنی. ای الله این بنده برای من بی‌پروايی کرد، نماز قضا میکنه، در وقتش نمیخونه، نماز دوم درجه حساب میکند، کاری دنیا اومد به نماز یک طرف میمونه، کمک مشقت اومد میخواه نماز خانه رو این بعد میخونیم، خواهی کار تمام کنیم بعد نماز میخونیم، بعد میبیاد جنگ و جنجال، بعد میبیاد حقوق عائله و ایران، حقوق مردم نمیاد، حق الله که نداد حقی بنده های پایمال میکنه. بنابراین نماز دعای بعد میکنن ضیعه کما ضیعنی، بی‌پروایی کن نسبت این بنده چه خیلی که نسبت من بی‌پروایی کرد. و اگر بنده نمازهایش رو در وقتش در جماعت با طهارت های خوشرو، لباس های پاکیزه، از وقتش بر وقتتر رفته تحیات مسجد خواند، بین اذان و قامت دعا کند در مسجد، دین و دنیای آخرت خدا پرسد از الله تعالی، این نماز محافظت کرد، بعد نماز ذکرهای بعد نماز اجرا کند، نماز در حقش دعا میکنه احفظه کما حفظنی، ای الله این بنده رو محافظت کن چه خیلی که مرا محافظت کرد، به این بنده اهمیت ده چه خیلی که به من اهمیت داد. بنابراین وقتی که به سرتان زنها، مردها، مشکلات عائلوی، غیر عائلوی، هر بلایی که میبود در گناهتان جستجو کنید. چی گناه کردم بین خود و بین الله تعالی که این مصیبت به سرم آمد، این بلا به سرم آمد؟ فقط این شکایتی شوهر کردن یاد نگیرید. ما هیچگاه طرفی مردها رو نمیگیریم، فقط این شکایت بسیار است از زنها. درست است که زنها ضعیف هستند لیکن شما الله دارید، در حال دعای بد نکنید. پیامبر صلی الله علیه و آله لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، در حق خودتون دعای بد نکنید، شوهرتون هم خودتون است. الله تعالی گفت که لباس است، شوهر برای شما لباس است، شما برای همسرتون لباس هستید، یعنی به شوهرها. زن و شوهر به همدیگر لباس است. حتی الله تعالی لباس نامید، یعنی عیب همدیگر میپوشونه. چه خیلی که لباس بدن آدم میپوشونه، چه خیلی که لباس آدم زینت میدهد، زن و شوهر همدیگرش زینت میدهد. همین زنی هست که به واسطه همین به سبب این زن شما از آتش دوزخ نجات مییابید. این زن هست که شما گناه نمیکنید. حق این را دانید، حق همدیگر را رعایت کنید. خیرکم خیرکم لنسائه
پیامبر صلی الله علیه و آله به مردها گفتن که بهترین شما در نزد الله تعالی اونایی که در نزد زنش بهتر است. یعنی بعضی آدم ها در کوچه همراهی یار و دوست، دیروز در سفری عمره بودیم، یا برادر اومد گفت که باش نام شهرش گرفت، من گفتم نام شهر نمیگیریم، برای اینکه این فقط به شهر شما مخصوص نیست، یعنی همه در خانه حتی پیاز و کارتوشکا نیست میگن. در خانه فقط درباره اکونومیکا، درباره صرفه‌کاری گپ میزنن، لیکن هر روز با یار و دوستا در چایخانه آش یک به یک به یار و دوستا گریت کردن، یعنی خیر و سخاوت کردن، به مردم سخاوت کردن خوب است، لیکن اول اهل و عائله رو تامین کردن در کار. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه برای گناهکار بودن و بد بودن یک آدم کفایتی میکند که ان یضیع من یعول، ضایع کند اهل و عائله خودش. زن و فرزند یک زنک می نویسد برای من که من دویم زنم میگه، شوهرم میگه مدتی 10 سال است که من قطعا یگان بار روزی عید نآمده است، قربانی میکنه اقل 1 کیلو گوشت برای من که من برای فرزنداش نمیفرستاند، برای مردم محلش، اهل خانهش، خویشاوندان زن یکمش میدهد، ولی به ما و فرزندان یگان کیلو اقل گوشت نمیتید. ما وقت عید شد میگه رو عید در خانه دادات گذران، در خانه پدرت گذران، عیده همراهی ما نه عید میکند، میگه نه قربانی میفرستاند. 3 کرات حاجی 4 کرات حاجی شکایت ها میکنند. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، برای گناه یک آدم کفایه هست که اهل و عائله خودش ضایع کند. زن و فرزنداش گرسنه حاجت آنها را گوش نمی کند، به نفقه کردن به زن، سخاوت به زن، سخاوت به فرزندا هم اجر و ثواب است. پیامبر صلی الله علیه و آله حتی ما تجعل فی امرأتک، حتی آن لقمه ای که در دهان همسرت میگذاری به تو اجر است، خاصتا اگر نیت کند. ای برادر، اهل و عائله خود اول باید اهل و عائله خود را تامین کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله به اهل و عائلت خیر کن، سپس وقتی که زیادتی کرد بعد به خویشاوندای دورتر، به خویشاوندای نزدیک دورتر، بعد به دیگر یار و رفیق ها. چخیل اهل و عائله گرسنه شما فقط یعنی در بیرون به زیاده روی مشغول است. بنابراین برادرها، این حدیث بسیار حدیثی ترساننده است که برای بد بودن آدم یا برای گناه آدم بس از همین که اهل و عائله خودش ضایع میکنه. بله برادر. ابوبکر باید بفرمایید، کوتاه سوالاتنا پیشنهاد کنید. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت جان، یک سوال داشتم، راست گپ یک برادر داد و خودش در برم بود از رفت و گفت که فقط جواب شاید منتظر میشم. استاد جان زیاد سوال کم ترک دراز میشد. کوشش کنید کوتاه‌تر کرده دید سوالاتون. مرحمت. الو بفرمایید. حضرت جان، سوال کم ترک دراز میشد، لیکن سوال به نهایت مهمه. یک برادر ما اویلادار شدگی راست گپ ای طرفی همین در طرفای مسکو همسر گرفتگی. حضرت جان همسرش مقصد الحمدلله اطاعت کننده الله، همه طرفه خوبه، لیکن نکاحشون اونچنان شده که من خودم حتی در حیرت موندم. وقتی مولا را زنگ میزنن که مقصد ما را نکاح کن، نکاح میکنه شونه و مولا میگه که با تلفن میشه و نکاح کنی و بالای وای میگه با ما حتی میتونم که مقصد شهید باید کنم در همین نکاح. با بعد وای میگه که نکاح شما میگه در یک جا مقصد میگذره، وقتی که زن و شوهر میگه در یک جا میگه این درسته. همه چیز شما چی میگه استاد جان درباره نکاح که زن و شوهر در یک جا بودگیان، تلفن کتی مقصد نکاح کردگیان، همین نکاح درست است یا نه؟ اصلا نکاح باید پدری کلیند، پدری دختر یا برادری دختر نکاح کنند. اصلا
و اگر رفت و مثلا خویشاوندان دختر در تاجیکستان، دختر در روسیه مثلا باشد و در حضور پدر و مادر دختر 2 نفر مرد مسلمان باشند یا در حضور داماد و عروس 2 نفر مرد مسلمان باشند شاهد، گوید که دختری ما رو، من دخترم رو در حضور همین 2 شاهد به فلانی دادم، گوید همه رو میشناخته باشد، همین نکاح کن، شاهدها، داماد و عروس اینا رو میشناخته باشد. بله بعضی علما اجازت دادن. این هم در حالتایی که مثلا دیروز من پرسیدن داماد در زندان است، داماد در زندان است، اونجا داملای در آوردن به نمیموندین نکاح کنه یا 1-2 شاهد نمیموندین، میدراید به نزد مثلا داماد دختر، پدری دختر همراهی دخترش میدراید، شاهدا در بیرون هستند، یعنی شاهدا و زنگ تلفنی میکند، میگوید که در حضور همین شاهدی شما من دخترم به فلانی دادم، میگه در زندان است، هیچ اجازت هست. لیکن خیلی نیکی مثلا شخصایی که اون عالمایی که من کردن گفتن که در اینجا سبب من این است که فریب شدنش ممکن است. فریب که شد احتمال است که مثلا شخصی که مانعی نکاح است، شاید زنی شوهردار به نکاح داد مثلا نمیشناسید، شاید اونو دیگر کس در آورد گفت شاهد یافته یا پدری کلین گفته، بیگانه نباشد. اگر نکاح کن همه رو شناسد درست است با تلفن نکاح کردن، لیکن خواه در روسیه باشد خواه در اروپا باشد به همین حاجت نیست، به همین نکاح تلفنی، الا در حالات ضرورت. در حالات ضرورت مثلا پدری کلین در دیگر کشور است، مثلا ولی در دیگر کشور است آمده نمیتوند، دیگرها مثلا داماد عروس شاهدا در یک جا جمع شدن، فقط یک اجازتی پدر و مادرش گرفتن، مثلا با تلفنی با زنگ ویدیویی باشد اوکی نداره، لیکن مادامی که در روسیه، در تاجیکستان، در اروپا باشد، من مسجدها هست، مرکزهای اسلامی هست، در حضور مردم نکاح کنید تا اینکه از شبهه دور باشید، سراسیمه نشوید در نکاح. بله. خب سعید بفرمایید، مرحمت میکروفونتون رو گرم کنید و سوالتون رو پیشنهاد کنید. السلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخشش که استاد کمی در هم بوری اول در اینترنت میگن در پخش مستقیم شما هستم. سربال استاد یک مینداری دارم به شما، هزار رحمتی کلام استاد که ما جوان ها رو نصیحت میکنید و ما شکر میکنیم که چون مثل شما علیمان هستند در ملکای غریبی تحصیل میکنیم، در حق ما دعاگو باشید. گرچنده که خدا ما نتوانستیم روی شما را گیریم، حقا فرزندانمون توانند مثل شما علم دین اسلام باشند. استاد سوالی من همین بود که پروردگار بزرگ در قرآن همه آن وعده هایی که در بهشت کرده است برای بندگان مؤمنش هست، نه میگن مسلمان ها، همه مسلمان ها، یعنی برای بندگان مؤمنش هست. خوش می‌خوام استاد همان صفت های بندگان مؤمن را برای ما میگفتید که چگونه مثلا عمل ها را اجرا کنیم که تا که در جوانی را پیشه گیریم راه بندگان مؤمن را، چگونه که میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. تشکر زیاد استاد عزیز برای توجهتان، هزار رحمت. سلامت باشید برادر عزیز. به هر حال صفات های مؤمنان را الله تعالی در قرآن بسیار گفته است. در ابتدای سوره بقره الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، آنهایی که به غیب ایمان می‌بیارند و نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌دهند و از آن مال‌هایی که الله تعالی به آنها داده است نفقه می‌کنند. یا در سوره آل عمران الله تعالی بعضی از صفات‌های مؤمنان را ذکر کرده. در سوره انفال در قرآن بسیار آمدگی است.
صفتهای مؤمنان. لیکن مختصرا همین که بهترین عبادت در دنیا چه خیلی که بعضی علمای گذشته گفتن طلب علم است. علم انسان را از همه بابی عمل با خبر میکند. طلب العلم لا يعدلها شيء لمن صحت نیته. طلب علم به یگان عبادت برابر نمیشه، یگان عمل به طلب علم برابر نمیشد لمن صحت نیته، برای کسی که نیتش خوب است. یگان عمل در دنیا عمل اطلاق به طلب علم برابر نمیشه. برای چی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از همه راهی که انسان به جنت با راهی نزدیک میبره این راه علم است، برای اینکه از همه بابها با خبر است. و امروز اگرچه کسی مثلا با طریقه یعنی باید و شاید علم شرعی آموخته نتواند، یعنی آموختن زبان عربی و گراماتیک عربی و تمام فنهای اسلامی، میتواند به واسطه شنیدن همین نوارها اقلا از حلال و حرام، از اخبار اسلام، از اخبار پیغمبرها، صحابه ها، از حلال و حرام، از عقیده صحیح و نادرست با خبر شود. همین قدر اگر علم آموزدم کفایه است. و مثلا بعضی برادرها راننده هستند 10 ساعت 12 ساعت علم گوش میکنند، یا زنهایی که در آشخانهشان کار میکند همراهی کارش با گوش کرده کار میکند. یا به یک جا میروید در گوشتون صدای درس هست، صدای امر معروف هست، گوش کرده رفتن میگیرید. این هم یک نوعی علم آموزی هست، یعنی به واسطه گوش کردن. اکثر صحابه ها به همین واسطه علم گرفتن. مثلا خوانده نمیتونستن، بعضی ها نوشته نمیتونن، حدیث رو نمی نوشتن، فقط گوش میکردن. یعنی این به مردم عمومی خوب است، اما طالبین باید خواند حفظ کنند. بنابراین این راهی درست است برای خوشبخت شدن، چون که الله تعالی گفت که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. کسی عمل صالح کنه، خواه مرد است خواه زن است، به شرطی که مؤمن باشد. عملی صالح که کرد ما برای او حیات خوش میدهیم. و بهترین عمل صالحی که شما را به دیگر عملهای صالح ترغیب میکند و از احکام دیگر عملهای صالح شما را با خبر میکند، این آموختن علم، گوش انداختن به علم است. به این واسطه شما میتونید بسیار اجر عظیم به دست بیارید. اگر یگان جانبی سوالشون فراموش شده باشد یادآوری کنید. فکر کنم که جواب گرفتن به سوال خودشان. انس داداجانов بسیار خواهش کردند که پیوست کنیم چون سوال مهم دارم. گفتن مرحمت بفرمایید. السلام علیکم دوستان عزیز. ساز خوب سلامت باشید. الحمدلله. من سوال بود اگر ممکن باشد سوال خود را دیگه بفرمایید. مؤمن خودمان در روسیه زندگانی میکنیم، میخواستیم که در مغازه در آمده در مغازه کار کنیم. در اونجا یعنی چی میفروش؟ الکل، عرق، پیوه، در همونجا خیلی چیزا میفروشن. میخواستم که در همونجا کار کنم در آمده. همین اجازت هست یا نیست؟ نه برادر عزیز، فروختن عرق در اسلام منع است و این از جمله گناه‌های عظیم هست و پیامبر صلی الله علیه و آله لعنت کردن 10 نفر را، عرق را و 10 نفری آنهایی که در نوشیدن عرق شریک هستند، از جمله بائعه، فروشنده عرق را. حتی بردارن گروسچی که آدم در مغازه کار میکند فقط بار بردار است، گروسچی عرق ها را میبره از کلد به مغازه ته میکند، مثلا خالی که شد رفش برآورده پر میکنند. اینا لعنتی هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله لعنت کردن. یعنی لعنت معنی چیه؟ از رحمت الله تعالی دور شود. برادران عزیز، این دنیا را الله تعالی آفرید، رزق شما را الله تعالی آفرید. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. یگان چارپای نیست مگر رزقش بر زمین پروردگار است. همین در از 4-3 قسمت زمین آب است. مخلوقاتی که در آب است زیادتر است از مخلوقاتی که در بیرون آب است. یعنی یک جزئی زمین این خشکی است که ما در یک قسمتش زندگی میکنیم. زمین بسیار بزرگ است.
مخلوقات الله تعالی زیاد است. همه همانا را الله تعالی رزق میدهد. مورچه ها را در سوراخی هایش، ماهی ها را در آب الله تعالی رزق میدهد. رزقش ما را میدهد و رزق در دست الله تعالی هست، ملک در دست الله تعالی هست. من در یک مغازه غیر حرام، غیر حلال کار کردن شما، یعنی یا که ترک کردن شما، این خیلی نه که اگه شما کمبغل میشید بی رزق میمونید. نه، ترک کنید به خاطر الله تعالی. الله تعالی از خزینه غیبش برای شما از دیگر جا کار خوب و زندگی خوب نصیب روزی میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. کسی که به خاطر الله عمل رو ترک کند، الله تعالی از او بهتر شی عوض میده. وقتی که یک کار گناه ترک کردید یا یک عمل رو ترک کردید که این حرام است، الله تعالی برای شما کسب بهترین نصیب روزی میگردن و رزق پاک و رزق وسیع نصیب روزی میگردن، خاصتا اگر به خاطر الله ترک کنید. والله تعالی اعلم. یک سوال دیگر بود. همون زنهایی که در پیکرن یعنی کار و فعالیت میکنند، در پیکرن زنها یعنی پردویسشون مردک، گوزچکایشون مردک میباشند، در اونجا برای زنها کار کردن جایز است یا نیست؟ اگر خلوت نباشد، یعنی با یک مرد بیگانه در یک جا یک به یک نمیمانده باشد، جایی که آمیخته باشد و سطر و عورتاش پوشیده باشد، یعنی ما این حرام گفته نمیتونیم. لیکن جایی که مرد و زنها آمیختگی هست و در یک جا همیشه مردهای بیگانه و زنهای بیگانه کار میکنن، این عاقبتی وخیم دارد، عاقبتی بد دارد. چون که این همکار هم افته قطیش گپ میزند، گپای عادیه که متعلق به کار است، متعلق به کار است. همین گپای عادی فرشوی گپای بد میشه، عاقبتش بد، عاقبتی بیزیب شدنش ممکن است. بنابراین شریعت از آمیختگی حرام کرد. در کتابا علما رحمت الله علیه وقتی که درباره ترجمه حال بنویسند، مثلا ترجمه حال صحابه ها باشد، صحابه های مردها رو تمام کنند، در آخر کتاب بعد صحابه های زنها رو ذکر میکنند. حتی میگن در داخل کتاب زن و مرد آمیخته نمیکنند. در داخل کتاب زن و مرد آمیخته نمیکنند. اسلوب علما همین است. چون که آمیختگی این عاقبتش بد است. درست است که مثلا یک آدم با یک زن 40 سال کار کرده هیچی نشده است، یعنی عملهای نادر است، لیکن به هر حال احتیاط خوب است. الله اعلم. دالا اینجا من میبینم که خیلی مردم زیاد آمدند، اما شما هم میبینم که خسته شدید. 2 ساعت تقریبا که در افیر هست، افیر مستقیم، و اگر اجازت باشد به 1-2 سوال دیگر کوتاه جواب گویید و دیگر. خب سلمان بیایید، مرحمت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. استاد من خواهید با همه حدیث خوندیم، یک سوال پیدا شد. حدیث اکنون خوندیم. بفرمایید. باید با یک دوست داشت، دوستش نامسلمان بود. وقتی که نفهمیدم، بلندتر گپ بزنید. آواز هسته تو؟ بلندتر گپ بزنید برادر. استاد آواز هسته؟ گپ بزنید. همه حدیث اخیرم خوندیم، در بینش یک سوال پیدا شد. بفرمایید. یک برادر مسلمان وفات کرده بود و او یک دوست داشت، دوستش نامسلمان بود. وقتی که در جنازه میاد وی هم در جنازه اشتراک میکنه، همون یگان ثواب یا که گناه میگیره یا که چه خیلی استاد؟ دوستش یعنی در چی دین بود؟ نصرانی بود مقصد. الله تعالی گفت که ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نماز جنازه نخوان بر آنهایی که مسلمان نیستن.
ولا تصلی علی احد منهم و تمام آنهایی که غیر مسلمانی از دنیا میگذرن بر آنها جنازه نخوان. ولا تقم علی قبره، آمده درباره قبرش راست نیست. یعنی اونا که با عادت نصرانیت دفن میکنن، مسلمان باید اشتراک نکنه در مراسم دفن. اما به خانهش آمده تعزیه گفتن ممکن است. مثال به نزد پدر و مادرش میرود میگوید که خیر فرزند شما از دنیا گذشت، من به شما همدردی اظهار بیان میکنم مثلا. باید هیچ گپی نداره. یا همین یک آمده دل برداری کنه خیر این دنیا همین خیلی است، انسان تولد میشه با وفات میکنه، همه از این دنیا وفات میکنیم، به نزد الله تعالی برمیگردیم مثلا. آمده همین خیلی سخنها را گفته کمتر دل برداری کند، اجازت از این نامش تعزیه میکند. این حق خویشاوندان میت است. اما حق میت جنازه هست که او جنازه به غیر مسلمان خوانده نمیشه، با اون نه دعا میکنید، چون که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، برای پیغمبر و برای آنهایی که ایمان آورده اجازه نیست که در حق مشرک دعا کنند، استغفار پرسند. در حق آن آدمی که بیدین از دنیا گذشته است نه دعا کرده میتونید، نه جنازه خونده میتونید، نه در قبرش رفته میتونید، نه به زیارت قبرش رفته میتونید. فقط همین که خویشاوندانش تعزیه گفتن ممکن است. الله تعالی اعلم. داملا در نهایت یک سوال رو میخونم. انشالله باز روزهای نزدیک وقتی که برنامه‌های مستقیم پخش مستقیم میشود دیگران نیستن، انشالله بعضی از سوالهای خودشان پاسخ میگیرن. واقعا سوالها خیلی زیاد است و داملا کوشش هم کرده ایستادند و نقشه ها در پیش است برای جواب دادن به بعضی سوال های دیگر. انشاءالله در ثبت هم می شود تماشابینان عزیز. بعضی سوال های شما که شما می خواهید آن سوال را بدهید الکی ثبت شده است و شما می توانید برگردید به شبکه مسئله تیوی مثلا و از اونجا تماشا کنید. خب اینجا پرسیدند که من همراه فرزندانم می خواهم به خاطر طلب علم به یگان شهرهایی که مدرسه های اسلامی دارند سفر کنم. به ما توصیه شما ضرور است، به کجا رویم خوبتر؟ اکنون نگاه کنید مقصد شما شهروندی کدام کشور هستید و در کجا زندگی میکنید، چی شرایط دارید، به همین نگاه کرده جستجو کنید. من در اینترنت میتونید نگاه کنید کدام شهرها برای شما موافق است. به هر حال این سوال به عام گفته نمیشه، کی به کجا میتوند کی به کجا نمیتوند. المهم علم آموزید، علمی درست آموزید. الله تعالی موفق کند. آمین. الله تعالی پاداشی نکتان دید. داملا خیلی صحبتی پر محتوا بود امروز هم مثل همیشگی و باز هم البته همه شنونده تماشابینان و ما همه انتظار میشویم برنامه های آینده شما را. روز شنبه انشاءالله. خب سلامت و سربلند باشد تماشابینان گرامی و اگر چیزی در آخر گفتنی باشد داملا بفرمایید. همین روز شنبه انشاءالله صحبت ادامه میدیم. بعد فرصت که شد بعد سوالها که بسیار شدگی هست یک مدت به برادرها و خواهرها وقت جدا میکنیم تا اینکه به سوالهاشون جواب بدیم. احتمال است که یکان هفته پر را هر شب پخش مستقیم کنیم هفته های بعدی تا اینکه کمبودی هایی که در بین بود جبر کنیم. الله تعالی علم نافع و عمل صالح برای هر یکی ما و شما نصیب روزی گرداند. الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. به نام الله بخشاینده و مهربان. سال 2100 است. آن وقت دیگر شما در این دنیا نیستید. شما با دین خود عمل نکردید. پس به غیر از فرهنگ غربی و محبت این دنیا شما چیز میراث به فرزندان و نبیرگان خود نماندید. در نتیجه
بعد چند سال اولاد شما دیگر مسلمان نیستند. غیر از این نسل های گذشته از دین روی گردانیدند و از اسلام خارج شدند، زیرا شما هیچ دانش نداشتید که به آنها برسانید. اسلام در خون شما جاری شدن را قطع کرد و شما به سبب محبت خود به این جهان به تنزل یعنی پست رفتن اسلام در زندگی خود آورده رسانیدید و محبت دنیا شما را تا قبر راهنمایی کرد. آن به شما هیچ سود نه آورد، اما به آن نتیجه آورد که هیچ نفر از خون شما، اولاد گذشته شما، کلمه شهادت را نمی داند. امیدهای بر دروغ و آرزوهای دیرینه این جهان به شما خیانت کردند و شما را جز پشیمانی چیز باقی نگذاشتند. عملهای شما تأثیری گرد و اطراف را به بار می آورند و در نهایت شما آنچه را که می کارید می دروید. حالا منزل آخرین شما را انتظار است و شما برای خود مسئول خواهید بود و درباره ارزش هایی که شما به فرزندانتان آموختید پرسیده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران او شب و روز می کوشیدند تا اسلام به ما برسد. آنها خون، عرق و اشک خود را فدا کردند تا من و شما امروز لا اله الا الله گفته توانیم، نه برای آن که شما آن را پس پشتتان پرتایید و از اهمیت خالی مانید. خطا میکنید. حالا یگانه چیزی که پیش روی شماست پشیمانی ابدی است، اما شما در این مورد نمیتوانید کاری را انجام دهید. اکنون انتظار ملاقات با آفریدگار خود هستید که هرگز برای آن آمادگی ندیده بودید و اولاد شما دیگر به اسلام باور نمی کنند. آنها دیگر روز قیامت هیچ امکان ایستادگی ندارند و شما گناهگارید. شما حالا هم زنده اید. شما حالا هم وقت دارید. امروز عوض شوید تا از پشیمانی ابدی رها یابید.